بگردی مثل سابق خوره بیادی چای نان چیز خوی باتی که بخوره گفتم نه نمیشه دلم سیر است بگوی کاسه های روغنش بکنیم طرف تو دیال روز که تره دیدم آینده خودم دیادم آمد که آیم چی خواد کرد چه تشیش نکه خدا میروان سه تشیش دیگر خدا نکنه زن که کجا حال چیز مشکل سال کنم گپ مشکلی نمیست نبیادم اولی به خوبی امرایت گپ میزنم گل بیادر برو بوسه برو همین اعصاب ما رو خراب نکو 10 دفعه برده گپ بگویم 1000 دفعه بگویم یک گپ کلو باشه پیغام به نظری ما به خاطر عرصی تو آمدن چون مادر دیالت باشه مرسی کنم نه خاله هر چیز باشه خب همونجا اگزون یاد نکرد که من عرصی نوازی کنم دیگه من غم ندارم آها دلش هست که خودش از خانه کشیده ارسیمو جوره بگردیم خانه به خانه ما ایتی غیر رنج غم دیگه روز خوبی ندیم از روز اول نیست دیگه خانه ما که در اومد پای قدم مردار گردی خدا که ما دیگه روز خوبی ندیدیم دروغ میگه ننشم تک ماره امیال کنه خود کاجی کور میگه منم جون است با دگه زنگ حالا فشار بالا رفته و فشار پایان رفته و سکته مغزی کده یه اصل با دگه زنگ از در دورانای ما سابق که بود این با دگه زنگ که میزد اگر زیاد بزنه تمام بدن فلج میشه اگر کم بزنه یک رسته فلج میشه بازی را 40 روز در خانه تاریکی میپردن خوراکش غیر کفتر دیگه چیز نمیتنشن حالا خب یک چیز دیگه هم شو فکر کنم کفتر قیمت چرا اینجا طيب والله ما يكني خو انما قانون كلام كور دايت كلام نفر بيجي بروداي يجي كل شبكه شبكه فبيجي وفرش خواهر خدا نکنه بچه بیاره دست ما شما کی نداریم برای چه قرار تو منتظر حضرت میکنن خیلی چیز گفته دیگه خرید کرد دعوت کرد میش کرده بود در اخلاقی سر کرده انتهاء تمنو تا داریم دیگه چی کرد یعنی میره تو نه من چی کردیم حالا میره همش بخوریم پیش یک دکتر ببریم یه جور شرط کار بار کنم بچه سگ پایک که مچم کسر کرده شکسته گوشت پاره کرده همین جا کار میکنه او باید هیچ باورم نمیشه تو قدر بی‌ساز باشی مرا برو بلا ده پسم حداقل درباره مادرم فکر نکردی مادر خانه ما مرد نیست اینمی آدمو به یک چیز ضرورت داشته باشه نه چطور فکر هیچ احساس مسئولیت نمیکنی چیز گفتیم نه از اون روزی که مادرم مریض شده تو از خانه ما رفتی پشت دور دادی دیگه دور نخوردی چند بار زنگ زدم اول گفتم مثلا ما اول گفتم نگرفتی میگه به من زنگ نزده یه زنگ زدم چطور نه تلفن باید چشمم نداره کاربارم است کی دختر بار فقط مسئول مادر من مهم است برات یا کاربار معلوم دار که خانم کاکای ما بر ما ضرور است خب گفتم تو خوب میفهمی که مادرم چقدر به من مهم است ارزش دارم چقدر زحمت به ما کشیده اونم آدم بوده که هم به ما پدر شده هم مادر شده آل صحیح گپ قبول است تو همیال جایگاه بچه‌ش داری مادرم دارم بسیار احترام چقدر سرت حساب میکنه چقدر تو را دوست داشت حال تو چرا قسم میکنی 2 هفته شد یک زنگ چرا زنگای مرد جواب نمیتی خیرت باشه چرا جواب نمیتی چرا مسیجای من جواب نمیتی چی در دلت هست بگو چی مشکل است حلش کنی
سلام میفهمم سلام خورکم به خدا پیش شرمنده هستم هر روز هر گپه که میزدی هر چی میگفتی من فکر نمیکردم میگفتم شاید من بدیم بگوی اما حالا میفهمم که تو کل گپه رو راست میگم نکو آسون خدا دیگر خون نکو گریان من خب بیاز با خوبیت میگفتم هر روزی که سرم تیر میشه زنگه پای به یادت میگفتم یک مادر به یک اندازه نصیحت نمیکنه خب مسئولات نکو گریان خال خیره دیگه خال چیزی که شده دیگه نمیشه اینا رو تغییر داد اینا رو آینده فکرت بگی من چقدر گفتم من خب بدیت نمیگفتم من میفهمیدم که یک روزم تو درک میکنی گپای من میگفتم نکو امی کارو نکو اون بچه چندان بچه نیست این فامیل کدام چندان فامیل خوبه نیست چی رفتی کردی؟ ببخشی من هیچ وقت گپتا قبول نکردم آسنا خیلی نکو خدا جگر خون لطفا دیگه نکو خب اینجا از یک طرف نکو آسنا خیلی جگر خونی نکو خورا گناه تو نیست کلش گناه فردین است کلش گناه همیم است تو چی نیفهمیدی که تو هسته؟ من بسیار بیعقل بودی نمیفهمید چی راست نکو آسنا نکو خیره مادرم دو تا ششته دیگر خون میشه اگه بشنوه تا خیره دیگه نکو آسنا تا مجبور هستی که همین زندگی را تیر کنی خیلی چطور کنم من هر وقت که تانستم آمدم نصیحتت کردم فهماندم تو نفهمیدی گپای همین چشمت گرفته بود شکر که از والدهی رسیدی بخیر شکر است ای خور جان سنتی که میبینم خودم رنج میبرم به خاطر از این که شکر است تو دخترکت بود یک تا بالایت کردن خدمت کردن از دل و جان زحمت کشیدن سرت ما ایران ماندیم که اگر ما از پای بفتم مثل تو ورشم خدای نخواستم خدمت مرا که خود کرد خدا نکنه او خانه بیادرم که رفتیم او بیادرم از ما بدتر لنگلاش او خدا جمع کنه نمیتونه مرا چطور جمع کنه سبقیت جمع خور جان خدا نکنه گفتم بیا کمی دختر این نواسه که من توی کنم دختره کده توی بته که بخیر می توی کنم که دلم جمع شد برم قرار کمی نواسه باشم کدا مشکل ندارم اعتراض ندارم سبقیت جان که زنده باشی هیچ مشکل ندارم خودم دینیه حال هستم مرگ از ما از مرگ هستیم به خدا توی شب خوب بخیر توی شب کم چی میگی از دختر؟ هیچی اینجا رو جمع کن هیچ از خجم خلاص نمیشی خودیگر کجاست؟ رفته گفت میرم یک دفعه خبر مادرم میگه خب بسیار زود تاریخ میکنه بر مادری خود چرا؟ خیر است که رفت دیگه اون اجازه گرفته به اجازه خو نرفت میفهم باشیم به اجازه نرفت اجازه گرفت کاری تخمی خداوند این رقم سنو که قسمیت بیخی نته چی کار میگه چی؟ حالا خود چی کرده؟ گناهی از امو چیسته؟ سعی که جان مادر همین تو طرفداریش نکن تو خود دختر مستی اولاد مستی طرفداری خود مادر تکو از بیادرای تکو دختر کروسی کرد خدا کنه که سعی بسیاری کسا سی میگه میرن خارج 20 سال 30 سال 15 سال 10 سال مادر پدر نمیبینه خیلی چی کنه از خارج بیاد داخل نه بود بخته ببینه نمیبینه نه هر جا که خوش شد بود آرام بود تو که آرام باش خوش باش چون اصلا نمیدوی اینجا که از اون دبین یک دالیز هستیم دبین یک امپی هستیم دلش طاقت نمیکنه بازو هم که مریض باشه به خدا من جای از او باشم نمیکنه دروغ میگن نیش خوب از تمثیل یا هر چی که میکنه خود خبر نداره امی آدم که مریض میشه به خودت معلومه من که 2 روز مریض میشم چقدر رنگم زرد زار میشه خودت میفهمی سعی کن نانی از این چقدر دیر میشه که مریض دانشگاه شده یه زن داشت تغییرات نمیاد تو سر خود سفید است لبارم لفسیدین میزنه میکنه تربوزی خیواز برای خودی چقدر تو مریض هستی چرا مادر دختر بله نمیخورم مادر جان دلم نمیشه چرا نمیخوری برای چی نمیخوری؟ نمیخورم چرا آوردین؟ آره توی تو میکنی که من نمیخورم آره چی گپ است که نمیخوری؟ میگی نه تو بخور مادر رو حالا کجا بچه
میگم عبید کجا رفت؟ خودم دایم این همی گپ میزنی که عبید کجا رفت. خب برام از رفت بیرون. میفهمی که هم جگرش فلان. تو چرا نان نمیخوری؟ برای چی نان نمیخوری؟ دلم نمیشه مادر نمیخورم نان. دی باید از بخوری. کم انرژی میشی تمام وجود تو از چی میماند تو نمیشه مادر دلمش نمیشه. اوف یارا دیگه بیخی دل مرا تو خوردی دختر. همین شور میخوری نمی میگی بچی مامان بچی مامان بچی مامان. حالا چی کنیم بچی؟ او کم بخونم تو راز دیگه. که آدمای سعی یال سالی نفتاد که باز باشه دیگه بگی تا نان تا بخو بچیم نکم تو کارا جان مادر خود. شما بگیرین بخور من دلم من دلم نمیشه که تو کتی من نخوری. نه دلم نمیشه. باید از بخوری. ایدم تو دایم اگر آوردیم نان یا چای چی سلمان سعی کو دیگر تخون نکو. نمیشه خب مادر آدم اگه ناراحت میشه دیگه ناراحتی هم دلیل داره. حال ناراحت میشم حالا خب حالم بچه‌م هم تراز دیگه ناراحت میشه. حالا پیش از رفتم و بچی روزال اگر نان جور میکنم میبرم اون نمیخوره اگر نان جور میکنم بچه میارم تو نمیخوری خیلی چی کنم خودتان بگوین با هم راحت شدم خودم میخورم راحت نشد نمیجا بگی بخور بگی شما نوش جان کنین مادر جان من نوش جان میکنم تو نوش جان کو نمیخور دل نمیشه الله خیر سمیرا بله باید چی چرت رفتی؟ همونطور همونطور چی مانا داره؟ دلم تنگ بود اینجا شیشتم حالا من چه می دلتنگی از تو از چی هست؟ هر روز گفتم میرم تو را هر روز تو را نصیحت میکنم نه که سمیرا جان خدا خراب میکنی حالا چی دلتنگی چی داره؟ چی دلتنگی است؟ در خانه بوده آدم دلش تنگ میشه دیگه اوجا ندیدی که خوارمون نان کشید نان برد خانه تو جا قرار شیشتی خب برو نان بگو کجا حالا خود تو سیرسه حالا چرا دلت نمیشه چی خوردی که دلت نمیشه اوبای بله هر گپ کس بگو که حل کنیم تو چی وقت قسم خدا قار میگیری پیشانی تا سر مترش میگیری بو گناه ما بفهمم که حلش کنیم پس چی سارزو سل کن مختانو کنم در زبانم ناوردم تو بتی موبایل تا یک دفعه بجای من قرار بده اوبای فکر نکنم بلیاز خدا بلیاز قرآن تو چه قسم آدم هستی اینجا ببین مده چی حالت هستم پای ما اوگر شده بود اجمل مثل بیادرم هسته من میفهمم بچه میمست مجمل و تمام مانا میشه خیلی چرا تو چرا خدا کردی مقار گرفتی نیت من میفهم دل تو چی میگرده اگه ما او را خوش میداشتم تو هیچ وقت قبول نمیکردم میرفتم و مجمل میگرفتم تو رو چرا گرفتم ما چیز گفتی لیلی و مجنون باز گپ میزنی ها آوا خوردی آیا نکردی والا اگه روزای رو برات نشان بدم سعی که چی میگن حالا کار نبینم طالبه رو بیرو آوا خوردی آیا نکردی خب باش که نال نبینه حالا بارا من تو ناسکه اندری جور کردی من برای چیز نگفتم مال چی کنم هر چیزی که بخوای از من چیزی که میخوای من برش میکنم سلما فقط مرا ببخشی کل گناه از قدم است نکردی تو هیچ کار نکردی اصلا کل گناه از همه میشانه است گناه از من است که من باید امو دقیقه که تو پس آمده بودی باید تو خانه میشاندم دیگه نمیرفتی اونجا آره که رفتی دیگه رفتی خلاص شده گپ از گپ تیر است اصلا نکو جیگر کنی خیره دیگه میفهمم که هیچ اشتباه هستم اما میفهمم که دیر شده سلما مرا ببخش آسنا نکو خیره خوارم نکو تو هیچ گناهی نداری به خاطر چی ببخشمت خب من از اول درکت کرده بودم اگه من درک نمیکردم میفهمم تو نصیحت میکردم کل گناه از همه میشانه خدا یه روز خوبی و خوشی نشان نده که از کارایشان خور دسته گل من رفتن چی جور کرده نکو آسنات خیر جگر کنی نکو خورم نکو آسنات خیر نکو سلما من میفهمم من سخت پشیمان هستم هر روز هر چی تو را گفتم مرگم تو را سبب چی کنم آسنات بگو رایل داره
بگو هر چیزی که از ما میخوایم همین دقیقا میتونم. خدای ناخواسته اگر مریض شدم یاد گشتم در جای افتادم. خدا نکنه. دلم جمع باشه که این دختره که مرم خدمت ما میکنه. اینا آرس دختر میره خدمت ما میکنه. از داماد خیر ندیدم. از داماد خوب خیر میدیدم. ولی که زنه که گرفته سیاما را که گرفته خیلی حالا خیر نمیبینم. به خاطر که بسیار یکی تایلنگای داماد دور داده تا تایلنگایش دور داده که ایران بانو. اگه تا این عمر خودش که بلا برام دیگه به اون خاطر گفتم که بخیر عرسی بچه را کنم که دل مام جمع شد دل تام جمع شد تام بیال مام هفته و سر کوستم سر زندگی ثانیه و دقیقه اعتبار نیست. چی اعتبار داره؟ چی اعتبار نیست. چی اعتبار نیست. نه تو میفهمیدی که تو بیال میشی؟ نه ما که ترا دیدم آینده خودم در یادم آمد که خودم هم تو جان نشم اگر شام کو غم خورم کو دل خدا نکنه که جمعم کنه. دختر گلم بله خدا تو دیگر خون میسازی خدا تو هم میسازی حالا دلش هر جای طرف میخورن حالا تو چرا تو کارا میکنی جان مادر خود دل مرا موکدی دل خودم موکدی نه خال مادر شما چرا تشویش میکنید من فقط گفتم ما باید فکر کردی که جا رفت یا نرفت همین تو حالا باید خال نگفت برام که میرم نمیرم دلم نمیشه مادر جان مریض شده مادر اشتیا ندارم به اون خاطر من بازور میتومد اگر تو اشتیا داری نداری میتومد نکن تو دلم شاید دیدی که من چه اشتیا دارم اون زیاد میخورم مال مریض هستم نمیتونم خودم من میفهمم که مریض نیستی به خاطر این بچه مامان بسیار مریض استی بسیار جگرت خون است من میفهمم هر سنه که میری تو چرت تو وای تو را گرفته خب ما میفهمم که دوستش داری بیادر دور میخوای که بشینه سرخان کتیم نان بخوره کتیم ما یک جای باشه حالا خود که جگر خون است خیلی چی کنه که دل از اون نمیشه نان دل تو نان نمیشه بنی آدم از یک دیگر است مادر اون یک نفر که دخونه جگر خون ما میخواد که نمیجا باشه نگو که به خدای جگرم خون میشه ما به خاطر شما چیز نمی مرا گریان میگیره بچه بگی بخور حالا آدم اشتیا نداشته چه قسم بخورم مریض شده مریض هستم تو بخود تو یک دو سه روز میشه که وضعیتم خرابه خب میفهمم چند روز است که نم تو وضعیت خراب است گاهی تا میری گاهی بالا میری ویش میگی وای میگی خداری ما میترخه دیگه الان توتی جگرم از بیادرزادیم است بیگانه ما خو نیست غم خوردیم نه نه باز همه گفتی غم خوردیم نه سیر است دل نمیشه اگر مریض هستی که بخیر پیش دکتر ببرمت خیسه نه در خانه دلم تنگ شده بود آمدم اینجا بشینم اما کشتیم که دم وقتا میگم یک جای باشم تک تنها باشم هیچ کس نباشه پیشم چرا؟ چی گپ است که تک تنها باشی؟ دل میشه برای چند روز دم یک اتاق خود قفل کنم نه کس پیشم بیاید نه کس را ببینم نه کس گپ بزنم نه دیگه همه هیچ کس به دردت نمیخوره خدا خراب میکنی نکو خدا خراب نکو سایکو آی ما میترسو بازی نکو چی کار نداره ببرش طرف بیشی برو یک خطوهی رو چرا آوردی؟ ما گفتم باش کردی دادیم اولی باشه که یکان دست فکرت میتونی حیوانات دیگه اگه شبا که تو خودتو خوبی خیلی خوده خوش ندارم حیوانات خوش ندارم هیچ چیز خوش نداری من چه میگم مرام خوش داری یا نه خیلی کم دلش تازه شود دیگه شود روحیه بگیر بیاز دکترم گفته که خوب رفتار کنین دیگه کنین جگرخون نکنین خوب میشه باز حالا خیلی خوب رفتار میگه خوب شد خیلی خوب میشه دیگه ما چه خبر ما تو دکتر نیستیم امیا گمش همین ننیزی که بمره ننیش که بمره آرزوش همون مردکه دیگه چی سو بچه دراز کس مرد از مایور اونو میبره سلمایش هم لغت زمین کشه مینه کل خانه و زندگی از بیادرکت میشه از ما میشه این سی چو خوب اولی یک سرسبز خانه رکای ما خوب آزاد کلان پرش کنیم زرد کنیم ای بچه از خدا خیلی روزا ما میخوایم صدقه خداش هم بر من نمیرسانه آل خدا مزیشم شکر بکشم شکر خو میکشم هزار بار شکر میکشم اما نمیاد که سر روی مپسشم من بیخی شکر باز دو چند سی چند نه بجای تو باشم هیچ کدام از یا جنگ و دعوا نمیکنم که همینجا بشینیم یک روز دیدیم ما پشت خانه گشتیم چی حال وضعیت داشتیم بچه ما ده اون نمیگه این دخترم میگه منی آسنات اینی خوی نمیگم آقا چطور دیدیم میگفت بیخ برایم خیلی بریم پشت خانه بگردیم و خدا بچه که یک در فیشن نکنه طرفش دیده نمیشه فردین بیعقل بازی خود این فیشن که میکنه کمک نور نمک میکشه اگرنی کدی خامه که پوست کنی اون رو خم است اما چی کنیم حال میگه شش بعد گردن قصاب مجبور هستیم بچیم
در مدل تو من میفهم چی گپ است. خیلی خوب خیلی آرام باش. این یک سبب تو کی روان کرده؟ خب گپ همینجاست. ما در خانه مصروف کار بار خود بودم که دیدم از شماره ناشناس یک سا بر من رسید. من خودم تعجب کردم که حداقل اگر آرزو عکس شخصی قرار میگیره حداقل بر خودم روان میکنه در چت شخصی خودم، اما یک سا از شماره ناشناس و یک قسم تو یک دفعه بجای من قرار بتی. باید تو در خارج کلان شدی، تو چقدر روشن فکر باید باشی. کاملا سر اعتماد نداری اعتماد. من میفهمم صحیح است اوبای جان، ما تو را به انتخاب مادرم و خوارم انتخاب کردیم. من قسم فکر میکنی که خوار ما قسم یک غلطی کرد، یک اشتباه کرد تا ما قسم باشم. چیزا در فکر من ساروز جان تو سرمایه هست اوبای بگو که مشکل مال شود. چرا میگی قسم گپ نیست؟ ما داشتم که امروز جامعه از نزدیک عملا خودت گپ زدم. چرا میره وقت به من نگفتی؟ چرا با ما وقت در میان نگذاشتی؟ فرصت نشه دختر میگم. خیلی امروز بخاطر چی اومدم؟ من میفهمم تو سرمایه اعتماد نداری. تو سرمایه اعتماد نداری. قسم که آسناد بود تو مرا قسم فکر میکنی. تو یک دفعه بجای من قرار بتی یک بار یک نفر شیرینی بیاره کل گپ حل باشه آمادگی روسی باشه یک دفعه دختر من قبول نمیکنم. من به انتخاب از احترام ماندم تا امروز من هیچ چیز نگفتم. بابا جان اگه سرمایه اعتماد نداشتی من نمیگرفتی. موضوع اعتماد چرا پشت ما اومدی گرفتی؟ خیلی یک سوال است. خب وقتی که میفهمیدی که خوار ما قسم یک اشتباه کرده بود خیمه رو نمیگرفتی. من یک سوال میکنم آرزو. تو اینمی عکس که برام قسم کراون شش شما نشناس چی واکنش نشان میدی؟ از خودم پرسان میکردی. اگه با من قسم یک عکس کس روان کنم من از کلگی که بگم تو اعتماد دارم از تو پرسان میکنم. مسیج که من ریپلی به من هیچ پاس دیگه مسیج روان نکرد که شماره کی بود به من بلاک کرد. بیادر من دیگری سفید زهیر است. نه در آکرا میرن تو لکوتک میرن یا گپ که میزنن تو کالج در گپ زدن میرن. زهیر است و خدا جمع کردن نمیتونه، خدا بردن نمیتونه. مرا چطور جمع خواهد کرد؟ راست میگی. بیا خدا مهربان چیزی که در خیر ما باشه امورایی. بیشک خود جان بیشک صد پیچه. بیا پناه به خدا دیگه. این بچه را بخیر توی کنیم دیگه بازی چه هوا سرمان دیگه ندارم. یک تشویش نکن خدا مهربان. ما که دخترها گرد میزنم برش میگو. مام نواسی من میگم که تیاری خدا بگیره بخیر دیگه. تیاری خدا بگیره بخیر که مرسی شود. دل ما جان شد. دمی زندگی توی کنان دم خانه بختش برم. میگه مایندر اگر مسکه شد رای گروه بسته. این بچه هم از اون مایندر خیر نمیبینه. راست میگی. و به من چیک شد چی بود که خوشی کلان گفتم اشتم. چی میگن یا قدیر؟ باش که نبینه ما رو مشکله. با خیالم که نشانش داده کار شد لبریش و کشال شد عکس نشانش داده گپ گنده است خوبش بگو امور بگو اگه اونا میشین مر به زندگی کردن میخواین خانه میخواین جایداد میخواین زمین میخواین هر چیز که میخواین با خاطر خوشی خورم بکل چیز نمیکنم فقط پشت باشه من از تو هستم در بستم بکستم نکو جگر خونی من کوه پشت دستم نکو جگر خونی خورا چرا خود جگر خون میکنی با خاطر دو نفر خیلی من چی دو کنم اگه من امروز برو پیشوی فردین استاد شما میفهمی تانه روی مونده میگه خود خورد آمد گرفته با زور گرفتمش میگه رای حل میداشت میرفت من میال جدایت میکردم میآوردم من پس در خانه خود ما میشیشته رای حل نداریم اینجا زن کاکای مانده اینجا مسئله آرزو مانده نمیشه یک رای حل بکنم بعد امرو بگم ما سیسته میتونی اول از فردین جدا شوی؟ نمیتونی میفهمم نکو جگر خونی نکو آسنا باید بکنم سرمارای برگشت ندارم اما سیوت پشت تو بازی خیر آسنا ایچ گپ نیست ایچ چیز نیست میگفتن من فکر میکردم گپ اونا راست است من میفهمیدم از اول من میفهمیدم که گپ زیر سر همیم است مثل شما وارو دوستش دارم خیلی چی کنم؟ میگه تو نام طبق بچیم خدا میرواند هر کار خداوند جور میکنه بچیم میرم اونجا که چون گپ میزنم نه دیگه مادر خانه از اونا رو دیگه برای من نگید تو این وضعیت من خراب نکنم نمیخوام ای خدایا من چی کنم که جدی دخترم چی کنم ای خدا که نمیخریم از خاطر خانه از ما مریض کردید هر کدام تو میرم از کجا کو بخی دیگر ما خونه دیگه مخ بیزنه نیست اون خب به خاطر خودت خوردم دیگه ما به خاطر تو نمک چی میکنم باش که تو جگر خونه شی تو
ما سرت بعد خود خوردم دل آدم که بشکنه دیگه هیچ چیز خوش آدم نمیآید. سمیرا جان نکو ولی از خدا دلت نشکنم نکو میرقم نکو زندگی خود سر خود تلخ میسازی حال تلخ شده دیگه حال تلخ از چی کنم دیگه نمیفهم حال توی امی یک روز بیبی که یک رقم هستی دیگر روز بیبی دیگر رقم هستی چرا؟ دم یک حالت باش چی کم داری؟ خب زندگی سالم در یک حالت بودن هم میتونه سمیرا جان چی کم داری؟ چی کم داری دم زندگی بگو شکرانه خانه هست جای هست اون همیست او باید خدمتگارت نیم سرطان رو کاملا اطمینان دارم. من مردم دیدیم، دنیا رو دیدیم، دختران رو میشناسم. باز من وقتی که از نزدیک آمدم خود دیدم حداقل ما خود گپ زدیم. من رضایت خود حاصل کردم دختر. باز بعد از اون من پیوند قبول کردم. خودت که رضایت نمیداشتی باور کن من تا در 100 سالم تو سرمایه اعتماد نداری. موضوع رو قبول نمیکردم. ببین گپ یک عمر از گپ یک روز دو روز نیست، گودی بازی نیست که بگوی بری خوشم نامد یا یک اشتباه کرد برو مگیره نمیگیرم. ما چیزی گفتیم چی داری تا فکرت نکردم. در فکرت هست کوبای خصوصا تو که یک آدم روشن فکر میکردم تا ما چی گفتیم برات؟ چی بگویی دیگه؟ من تا جایی که فکر میکنم یک سمه دیدم و گپای فردین کی یادم میاد کل فصل زی پای فردین است یک سال فردین برتران کده و باید با چی میکنم کده؟ به خاطر که باز پست میشه به خاطر که داینه خود کلاگی رو ببینه خودش هم قسم فساد از کلاگی رو فکر میکنه میخواد که بینم او باید ببین من برای چی میگم اگه تو قسم گپ رو باشی به گپ ای کنی به گپ وضو کنی زندگی ما چه قسم میشه من به گپ مردم اگه میگم حالا تا اینجا گپ نمیرسی مجبور هستی چاره نزن امی چیزای تام پیش رویش نگو نه گفتیم با تو گفتیم تو باز برش نگویی گو مشکل نه ما چرا بگویم آخه با تو گفتیم شما نمی‌بینید چند قیافه نداره حیف بچیم حیف بچیم اگه سیاگر کام است بازم دلکش از بچیم این خیلی چیز خدا نیست خب خیر است بعد از خوی نیست حال خوش شده هر چیزی که شده نه دیگه میگه شو باید گردن قصاب دیگه چی کردی؟ یه چیز چای آوردیم روز بر من یه چیز نکردیم بر من چای بیشتر خوردی مادر از یاد بی بچه می اگه لسک چای دادیم و مشاو مونده بود که یخ پخ نرنگ داشت ناری سیاه گشته بود دمیت چیز خوب گرد نزن اگه سر کار مون باشه گپ میزنی اونو مو آسنات ایش نمیبینه میگه غیر مادر سر من میگه خبر نگرد دقیقه خود تو مرا میگی اگه یک کار سعی مادر به خوبی اولاد خود میاد بدی اولاد خود میگه سعی که من قصر تو فشار میارم چقدر دختر خوب میره بانسی اگه خداوند روشنی کنه بخیر عجب بخت تو شوه بوری اونمو فامیل مرم تو بخیر میگیره دعا میکنه میگه چی از مادر میره باندش چون دختر تربیت کرده خانه و جاش پاک دختر خوب گپ اگه 20 تا میشه اصلا سعی نمیکنه اگه نه که اگه خوشوت یا نه یه چیزی بکنه مثلا اسکول پارتی قال مقال کنی میگه برو نه تو سعی تربیت نداده نارسه که دختر خوب است اگر جا خداوند به تو یک بخت خوب نصیب کنه در اونجا بوری من سرم بلند میشه سرم بلند میشه چون که مادرش تربیت داده من جدا شدم دیگه من خود کنیم دوباره میکنم که جدا شدم بخیر که دایمی اولی خود نبینم تان دیگه حالا که چی مادر رو سیسو باش کار نبینم مورا دیگه خدا کنم که نبینه این حالا میگه که چطور میشه نه دل جمع باشه مختار تو کاملا اعتماد در ما رزو دل من بخی سر تو پرست نداری تو ما حالا خیلی گپ چرا ما کم گیری خب برات گفتم عکس نشان دادم یک دفعه از ما پرسان میکردی تو خودت فکر میکردی ما و تو با هم ارتباطی هم نداشتیم به انتخاب فامیل با هم نامزد شدیم یک دیگه خدا ندیده بودیم تو در خارج کلان شدیم ما در افغانستان کلان شدیم خوب میفهمم که یک دختر افغان وقتی که با پای یکی نامزد شد تا آخر عمر کدش میباشه خب مقصد مسئله اعتماد دارم گمش که موضوع رو میسکلانیم چون موضوع حل شد دل تو هم داشت دل ما هم جمع شد دختر من مقصد سر اعتماد داشتم بیگم که بریم دیگه صحیح است برو موضوع زیاد چه باز چیز خراب میشه مقصد بی قار نباشی دیگه دختر از من ای فردین فساد خدا لعنتت کنه المجم چرا پشت مرا گرفتی چی وقت ناتقسیم مونده کردی ما برو دیگه برو خدا لعنتت کنه تکت نکنی ولی بانمت تو سیاماره پشت از اون چرا میرم خانه شکر که گرد داریم موضوع حل شد
برو تو یکم برو دعا نکن قضیات برای شنال ما برات نشان میدم دوباره یک نان چند پتی نیست. خوب است که آدم دیگه بتشون یک جایشه حداقل گپ بزنه. استاد جای استاد چیو اینجا بیا اینجا بیا چی میگی؟ الا نکن چرا نگفتم نه برای اجازه بده چی گپ است باز چی گپ است چرا میگی در خانه تو نمیگم نه برای تو که دوسته تو خبر توصیله کنم چیزی حوصله کردم دیمت اینا اینجا برو بخی من خنده میگیرو بچه خنده منده نکن رام تا میکنم حالا کلا دیمت کمیال در دیوال بخوری لا حول ولا باقی دوست تو مسته فردین جان حساب خراب نکن چی میگی چی میگی چی میگی خب برو چی میگفتی اینو زنشی داری اولی مربوط تو نمیشه یک دفعه از نمیشه نبینم دیگه عجب مردم گیر اومدیم استفاده میگن از احترام نه روز ما چی چیزا میگم وقتی ننش تربیش نداده اینا که چیز میگه من زبان میکنه سه تو دو بیادر جنگی مندازه مرکه تو جنگ مندازه من مادر میگه خاص پیش مادر نمیمدی خوش داشتی مادر تا اول کمدی سر تا خم کو بیشی در خانه و زندگی جمع کو جارو کو پاکاری کو من بعد میگم بچه بگو خب من میفهم که گپا در دل تو طاقت نمیکنه خب خیر همون گپا رو بر من بزن پیشوری از نزن خدا دیگه فقط تو واسه که زیاد است تو که دخترم هستی نور چشمم هستی تو را بگویو او که سلوس یک پای دورتر است تو نگویی که خفه میشه تو که خفه شوی و از ما بگو از رو دما بگو برو بچه این گمش که فهمنا نه ما که میش نمیخوره اما طبیعت که زامت میکشه اونم میشه قلق ما میزنه کلی شپاره نلقما اشتی گپ نگردمش چندان سنوی خدا بر نداد من خداوند که رقم سنو نخواسته بود اما سنوی خوب کل گپا رو همین کشیده بود نه کجیگر خونی من از تو هیچ خفه نیستم هیچ بابا اصلا مهم نیست که یا چی رب میگن من کل شبیه نمیتونم چون هر چی گفتیم تو نه بخشیدیم به چی آسنا کل گناه از تو نیستن خب میفهمی اگر تو مقصر هستی اما قدر فردین هم مقصر است اما قدر هم مقصر است تو فقط یک گناه کردی که رفتی یک کار بد کردی انجام دادی رفتی اونم را زود آرسی کردی زندگی تو تباه کردی دیگه تو گناهی نداری من فکر میکردم مرا دوست داره دوست داره کدام دوست داشتن آسمت کدام دوست داشتن به نظره نه که خیر آسمت صدقی چیام نه که گریان خورم خیره آره دیگه شوش گفتم اشتم با او خو بیخی دیگه او خو کتازو خو بیخی قصد داشت چرا که بچندرش از دگال بچندرش شده کتازو خو بیخی لج قصدش زیاد هستن با اون خاطر گفتم دیگه حالا من که چرا زدم خو هر کار دنیا پشیمانی داره است خورجان صدقی چم غیر یک نماز خواندن که نماز خواندن پشیمانی نداره دیگه همه کار پشیمانی داره که چرا آدم کاره که درک بیعقلی در زندگی خود میکنه انسان از شیر خامه خورده یک نادانی در زندگی خود میکنه دیگه چی فایده که آدم میگه کار کنه تا عقل که بار آید پشیمانی آدم در مست غرورت مست جونی خود میباشه یک زشت یک کرشت گپ میزنه ده مرام ببخش خورچه صدقه که چم مرام ببخش یکان گپای تو بالا زده باشم تا گفته باشم تا مرا ببخش خورچه صدقه چم خدا ببخشم الهی خدا دیادر ور دوست جوری میفهمه در گوشه میشینی گریان میکنی خیلی ما چطور کنم کدام تو بکشم بچه تو را اوره نه مادر فقط گفتم پرسام میکردی که کجا رفتم حداقل رفتنش مال خب نمیگه بچه که نمیگه میره خیلی چطور کنم صدا کردمش سر گفتم برام تکرار میکنم بیادر تو نیست چی کنیم بیادر هیچ که بدم کش نمیکنم هیچ کدوم ایشم هیچ برش مهمم نیست که من چقدر ناراحت هستم چقدر برش جگر خون میشم کاش که باید یک دفعه حداقل گپ گوش میکرد نمیفهم با کدام زبان برش بگویم حداقل یک دفعه گپ من بشنوم یک دفعه نشون بده که گپ من برش ارزش داره حتی دمی خوابم که ببینم سلمه امر میکنه که برش او بیار
خدا نکنه شکر اون که هستن. خوار چیز خوارزاده شکر اون در خدمتت خدمتگارت یعنی ما خود ما چرا نکن خدا جگر خود نکن تمام روز تو حضور کردم میرم نمیفهمی تو دیگه بیا برو تیز شو که اون جنان تیار است برو خیر تو برو. کنال خوارم گفت خود گفت که چرا ماچم چی گفت من نمیام بیا من دلم نمیشه تو برو بخور. بیا دسته تموم شو بیا یعنی که بردست آورم میمونم اونه 2 3 4 یکیش خودتو در شفاخانه پول دیگیسته که دیوانگی میکنه از این بخاطر خانه کدوم چیز داره یک کدام از یاد پاک نیست دیوانه‌شان سعی کنین نه میایم بالاخره میرم خدای شبخانه رفتم پس میخیزم میایم یه دلت نارام نکن که کلان دختر است یک ذره فکرت در خانه و جای کاش یک دفعه اینمی درد سر ننی خودت بیایا باز میفهمی. و خیر اگه سرنندی اومد من خودت پشتش میکنم میبرم پیش دکتر تو باز صحیح شد. بشین اینجا خوش و خوشحال بشی باز تو ننه خودت باشه پشت میکنی باید از من که باشه تو میشی قرار. محبت که داری کتش میفهمم همه جان میگی قربان میگی فرض کوی تا میخیزه البته می چی کارت ازم خود چقدر خوبی میکنی بازم مال سند سال از اون دیگه تقاضای از این ندارم مثل ما تو کوسله داریم همین دو خوارو را چی میکنی من خودم یک قسم خودم علامت میکنم پشیمان شدیم که چرا امیرم ما گرفتم مریم جان مادر هر چی که کنید دارم نمیگیره او را خو میفهم درکت میکنم چی بگویی کاش که یک کار از دست ما ساخته نبود یا از دست تو بدون دکتر و خدا که شفا بده نارام هستی نمیال ما خودم کدش نیستم این چه رقم شد چی گپ است چی گپ نیست چی گفت دکتر زنگش میزنیم اولشون میگیریم همین فکر روشش طرف این پیسه است که پیسه در کجا هست خوبی میگه در میفهم چی میگه میگه در سبت ما یا پیسه کم انداختن این تشویش اونم این رقم دیالت که رسانه تشویشه پیسه کم رسانده بی باد بخوره تا شیطانک میگه نه رو دیگه شفاخانه نمیمانه خانهش خو میمانه کد از جو نمیمانه که بره یعنی رفتارتون که زن مامایتون خوب است؟ خوب است بیادرد حتما زیاد خوشش نمیاد که زنش بره یک طرف و طرف این جای نمیمانه